این جفت را در آذربایجان به خاک سپردند. اینجا مادری یک سرباز ارمنی نوحه می‌کشد که در قره‌باغ کوهی دفن شد. آنها قربانیان دیگری جنگ دو طرف هستند. روز 10 اکتبر آذربایجان و ارمنستان سازش آتش بس بستند، ولی همدیگر را به رعایت نکردن سازش متهم می‌کنند. عملیات‌های جنگی بودند. آزردگی سختی رهبران سیاسی بود که حالا هم ادامه دارد. بسیج کردن نیروهای نظامی و روانی هم در جامعه ارمنستان و هم آذربایجان بود. تا حالا هیچ کس ریسک نمی کند که خود را پیروز اعلان نماید. برای همین معلوم نیست در کجا می توان نقطه گذاشت. سازش آتش بس با میانجیگری روسیه حاصل شد، همان گونه که سال 1990 هنگام جنگ قره‌باغ کوهی دو طرف را به صلح مایل کرد. از آن زمان روسیه به هر دو کشور سابق شوروی اسلحه می فروشد و مناسبت خوبی را با آنها نگه داشته است. روسیه سعی دارد با استفاده از نفوذش توازنی را بین آنها به وجود آورد، ولی یک طرف واضحاً آذربایجان می‌خواهد این توازن را به سمت خود تغییر دهد. روسیه حالا می‌بیند که نفوذش به آن حد نیست که فکر می‌کند. با آذربایجان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه هم کمک می‌کند. به ادعای ارمنستان ترکیه با آذربایجان هواپیما فرستاده است. انقره می‌گوید دروغ است. نقش ترکیه فوق‌العاده مهم است. حمایت سیاسی ترکیه، درون‌هایش به فکر من مهمند. همچنین گزارش‌ها درباره آنکه ترکیه زرخریدان را از سوریه به این جنگ فرستاده است تایید شده‌اند. کمک ترکیه اینجا واضح است، اما هدف ترکیه برای من واضح نیست. با اوج گرفتن جنگ‌ها تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتی مناقشه زیاد شده است. بالاخره هیچ جنگ پیروزی نمی آورد. هیچ مناقشه راه حل نظامی ندارد. سرانجام باید صلح شود و اگر آذربایجان با اصطلاح پیروزی به دست آورد هیچ صلح نخواهد بود، چون ارمنستان تسلیم نمی شود. جنگ روز 27 سپتامبر آغاز شد. تا حال صدها نفر از دو طرف جان دادند.